سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم توپ جلو انداختن و توپ بالا انداختن و در لیگ 2024 بتونیم یاد بدیم. بریم که ببینیم. این تمرین تست کنم که بتونم بهتر انجام بدم. اول برای توپ بالا انداختن میریم. تو بالا انداختن باید اینو به سمت بالا بذاریم. ببینید به سمت بالا. به سمت این حرکت ببینید. توپ جلو انداختنم. مثلا شاید بگیم که بخوایم به سمت جلو نبینید. اگه نمیخوایم باید یه بار رو صفحه بزنیم. یه بار. که معلوم شده یه بار. اینجوری توپ رو جلو اندازیم. حالا اگه بخوایم دو تا رو دنبال هم انجام بدیم اینجوری. نمیشه برای اینکه توپ بندازیم جلو باید یه بار رو صفحه اینجوری بزنیم. برای انداختن بالا هم باید به بالای صفحه کشیم. چرا یه بار اینجوری میشه انداخت. حالا بالا انداختنم اینجوری. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد. لایک سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.